بزرگی بازی دیگری دوره هفتم البته که موقع دسته بخشی بازم تغییر خواهد یافت، یعنی در جدول موقع گرفتند و امروز خب دسته وخش بو بهترین رگاتا دست و حوصلات توانست که سه غلبه پیهم به دست بیارد و خب صدای شکیدوار مرکز نیز بلند میشود. بازی بین دسته های وخش و برقچی علاقه آغاز گردید. اکنون اسماعیلوف ارسالی او به داخل جریمه‌گاه بسیار عمالی تقاضاده پس به مرکز فرصت برای بازیگران وخش بود، اما ببینیم صحنه تکرار. این بازیگر شماره 8 بود احسان بوبویف. ضربه جانبی دروازه برقچی و توپ در داخل دروازه قرار دارد. اینجا حالت افساید گفته نمی شود. نوریدین خب بیاد ببینیم سرخ مرکز هجوم ادامه می‌یابد. پرتاب به داخل جریمه‌گاه وخش امکانیت ضربه و دروازه‌بان در موقع خود نیست، اما خط مویه و خط هجوم بیشتر مایلند برای حمله سازمان دادن. نوریدین امراخلوف در موقع آزاد است. ضربه در اجرای دمیترو و دروازه در اجرای فوتبال بازون برقچی. مهربان امیدوف با توپ پس با مرکز امکانیت ضربه و توپ راست جانبی فوتبال بازون میزبان بازیگران وخش. نه حالا برطرف می‌شود این حمله هم. اشتباه رو میبینیم. سنت‌الله اسماعیلوف در داخل جریمه‌گاه ضربه او و گل. در دو بازی اخیر گل سوم سنت‌الله اسماعیلوف آفساید نبود. البته دلیف ارسالی او به جریمه‌گاه امکانیت ضربه و گل. بله رحمتشاه ببینیم دلیف ارسال کرد رو به داخل جریمه‌گاه و فرصت برای بازیگران وخش دو گل زدند. سنت‌الله اسماعیلوف و نوریدین امراخلوف از زدن گل دست یافتند، اما در دقیقه 42 سعید اسرائیل سعید فضایت دسته برقچی بعد از اجرای ضربه کنجی از جانب عزیزبک دلیف مؤلف گل گردید. امکانیت و ضربه نوریدین امراخلوف در آغاز قسم دوم و اجازه داشت که داور بلند می‌شود. حالت افساید است با احتمال زیاد. ضربه از مسافه دور دیگر برای توپ را میگیرن بازیگران دسته وخش. علاقه در داخل جریمه‌گاه تقاضاده با توپ است پس او به مرکز و توپ ستون دروازه برخورد. خود بازی ویران نشده است. دوور چنین قرار میبرد. امکانیت نوبتی نوریدین امراخلوف جایش از هیئت احتیاطی برقچی باز دو نفر دیگر آماده میشوند برای به میدان آمدن. هجومی دسته برقچی رو میبینیم. امکانیت است برای زدن ضربه و گل. حساب 2-2 در دقیقه 72 رقابت بازی دسته برقچی فرق میکرد. بیکتل موقع را از دست داد در حالت اول و در مبارزه همچنین میشود. اکنون بنجامین پس او و برخورد در داخل جریمه‌گاه داور اجازه برقچی. دمیترو بیلانگ پسی زمینی به داخل جریمه‌گاه امکانیت برای نوریدین امراخلوف اما این اگر هست. صدای شکی داوری مرکز بلند میشود و حساب در بازی اکنون بعد از این بازی دسته وخش با کسب 18 امتیاز در صدر جدول است، ولی استقلال در این دوره